امروز ملحظانه صحبت میزنه، بحث فلسفی داره، تاکتیکی داره، استراتژیکی میکنه. بس ایزی. خب حواست را جمع بکن تا من نگفتم دیگر پهن نکن. مخصوصا اون جایی که در مورد سکته قلبی خودم صحبت میزنه. اخبار را شنیدی که من اون هفته سکته قلبی کرده. چرا؟ چون که وضع مقام ما بدجوره. البته در نظام هنوز هستی کسانی که سکته نکرده. تو دیگر نگاه ببین که اونها چی که ملحظانه فهمید وضع مقام ما خرابه، اون هنوز نفهمیده. یعنی خودش برای خودش صادرات غیر نفتی قبرسه. اون روز بعد از این که سکته زدم منه بردن دهتو که منه زکاپ میکنه. میگوید کجایت درد میکنی؟ میگویم اون نارنج پاچه زانویم درد میکنه. میگوید که مال سن ساله. گفتم دهدید سرت پرت نگو، اون یکی زانوی منم همسن همینه، پس سر اون درد نمیکنه. فهمیده؟ پس من لحظانه خودش دکترم هسته. چه؟ فقط مثلا گردان رحیمی احمدی نژاد دکترا مفتکی میکنه، من بعد اقصفورده میکنه، نوبت من چی رسید آسمان ترسید. غریبه برشتی. خلاصه صحبت میزده، اما مسئله اصلی نظام مقام ما الان مذاکره با 5 به اضافه 1. نه خیر، دیدی گاماز بوده نفهمیده پس ایچه انداختم توی جاده انحرافه تا گردن رفتی توی کمین طلع. مسئله اصلی نظام الان سقوط بشاره. گل خورده؟ غلط کرده بس ایچه، آدم که گل نمیخوره، گل آدم میخوره. مسئله اصلی مقام ما الان چه؟ برکناری مالکی. فهمیده؟ نفهمیده. اون نسته طرح می نفته، اونم نسته. پس دیدی اونقدر چرخیدی چی سر من هم گیزی رفته. یعنی الان من خودم هش نمیدانی که کجایش درد میکنه، مسئله اصلی کدامه. حالا تو یک بار دیدی مقام ما بدبختی به نوا الان هر روز داره اینجوری میکنی، یک جای از او درد میکنه، اما خودش هم نمیدانه که اول از کجا درد میکنه. بس ایزی بدبختی بینوا. تو برای من اونجور فیغور نجید چی دراز نگاه میکنی. بدبختی بینوا تو هم مالی که من از تو پرسیدم که 5 را با چه اضافه میکنی میشود 50. یک هفته فیچی کردی نتوانستی جواب بیاوری. بدبختی بینوا. خب 5 را با جمع بزنی میشود 50 دیجی. گاماز بسیجی گدوخ. خلاصه تو چی قاطی کرده؟ تو که اصلا راه حل بسیجی به اضافه 1 میدی به جای 5 به اضافه 1 که اصلا نمیفهمی چی میکنی. من اونا میترسی که آخر بحث من مالکینی که سلبی احتمال کردن اونو برداری بفرستی زوریا از طریق زمینی قاچاق، بعد اون طرف بشاره برداری بفرستی روزیا، اون پوتنه بیاره گنی میکنی توی فردو قایم میکنی، زانتر بوشی میبری خلاصه خراب میشه. پس بسیجی